تو ای انسان نمیدانی که در دنیا نمیمانی، تو را آید چنین روزی که اندر گور مهمانی. کجا شد آدم و حوا، کجا شد نوح کشتیبان، که وقتی بود در طوفان خدایش بود پشتیبان. کجا شد یوسف مصری، جمالش بود چو خورشیدی، زلیخا بانوی دربار تمنا کرد از او زاری. کجا شد آن سلیمان را که شاه و جن و دیوان را، کجا شد عاقبت تختش تو اندر روی او نابود. کجا شد حضرت موسی، خدا داد معجزش عصا، بسا جنگید با فرعون که غرقش کرد و در دریا. کجا شد آن حبیب الله محمد ابن عبدالله، شب معراج چو برکردی حضورش خواند آن الله. نبی الله در این عالم به مثل ماء تابان بود، جمال نازنین او دل آرام صحابان بود. ابو بکر یار قار او، امیش جان نثار او، ز دوستی نبی قبرش بگردد هم جوار او. عمر مردی دلاور بود، نبی را یار و یاور بود، به هر امری که او می گفت خدا از رأی او خوشنود. کجا عثمان بن عفان که او بود جامع قرآن، سخی ام بود ذی-النورین بر اسلام کرد او احسان. علی داماد پیغمبر که بود شیر خدا حیدر، علی مرد شجاعت بود مسلط بود و بر هر در. همه چون رفتگان رفتند، همه بار سفر بستند، بدیدم یک به یک دوستان از این دنیا کجا رفتند. به مثل یک مسافر باش زمین آسا پناهگاهی، به قبرستان گذر بنما به گورستان نظرگاهی. ببین چندین هزاران را بسا با چشم خود دیدی، از آن پیر و جوانان را بسا در رنجها دیدی. بسا چون رنجها بردند ولی چون رود آخر شد، همه یکسان خوابیدند در آن رودی که آخر شد. تمام افسوس فراموشی که آب من